محترم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی جمهوری تاجیکستان محترم رحمان رستم امامعلی، از شما خواهش می نمایم که به داد من رسید، زیرا از سال 2018 سال تا این جانب به مقامات های دخلدار همزمان به دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رسما مراجعت می نمایم، اما به دست شما نمی رسد و به رهبریت مقامات های کشور نمی رسد. من سابق کارمند مقامات کارهای داخلی کاپیتان میلیسا نجم‌الدین زاده دلشاد نجم‌الدین هستم. ماه ایون سال 2018 سال از جانب سابق رئیس سود شهر نورک حاضره معاون رئیس سود ولایت ختلان احیازاده شمس‌الله سلیم با ترتیب دادن حجت‌های قلبکی به دلیل پرونده جنایتی آغاز کرده با ماده 314 و 316 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان حکم برآورد که در نتیجه داغ سودی گرفتم. تخمینا ماهای اوگوست سال 2018 سال هنگامی در بینای سود قرار داشتن با رئیس سود احیازاده شمس‌الله سلیم مرا دیده به اتاق کاریش دعوت نموده به من گفت که من نسبت شما حکم نادرست برآورده ام. بیا من با سود عالی جمهوری تاجیکستان مصلحت نموده به شما یاردم میدهم، حکم سفید کنی میبراریم، لیکن به مبلغ کارت حل نمی شود. و به من گفت که ماهای سپتامبر سال 2018 سال به نزد من بیایید. من ماهای سپتامبر سال 2018 سال تخمینا 12 و 13 سپتامبر سال به نزدش رفتم و من را گفت که من با سود عالی جمهوری تاجیکستان مصلحت نمودم، 40,000 سومانی مبلغ دهید کارتون را حل میکنم. من گفتم این قدر مبلغ ندارم و مرا گفت که باوری کننده من کار شما را حل میکنم. من گفتم که این قدر مبلغ را من جستجو کرده نمیتوانم. مرا گفت که رفته از یگان جا یافته مبلغ آورده دهید من کارت را حل میکنم. من رفته 21,000 سومانی مبلغ یافته به احیازاده شمس‌الله سلیم داده آمدم، لیکن به من گفت که مدتی 1 سال من کار شما را حل میکنم. من چند مرتبه به نزدش رفته گفتم که قراری حکم سفید کنی را به من بده. گفت که من حل میکنم. چند مرتبه به نزدش رفته به من وعده های بردروغ داد. آید این حالت من با رئیس سود ولایت ختلان رفته مراجعت نموده، به سود عالی جمهوری تاجیکستان مراجعت نموده که کارمند شما از من مبلغ پولی گرفته است، چاره‌جویی نمایید، لیکن یگان چاره اندیشی نکردند. به مقامات های دخلدار کشور رفته آید این حالت مراجعت نمودم، لیکن یگان چاره اندیشی نکرده اند. از شما احترامانه خواهش می نمایم که نسبت حالتهای مذکور سنجش تعیین نموده به داد من رسید.